سرک چهارراهی عدم چهارراهی دیگه نیست، می خود پل سرخ تا سیراهی علاودین بازسازی میشه و به خاطر بازسازی این سرک دیگه دکان‌ها و ساختمان‌های زیاده تخریب شده و از بین رفته. البته به خاطر بازسازی نگاه ما رو می‌بینیم که چی تخریب شده چی نشده چقدر شده و تخریبات شده و دیگه چیز نمانده. تا اینجا دکانا بود، یعنی دوستان از بعد از اینجا باز غرفه ها گرفته بود و پیاده رو و کراچی ها دیگه به خاطر فروشات دیگه نمیبینین که جام کنده میرن. سلام دوستان عزیز، انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتون به خوبی خوشی و آرامی سپری شود. دوستان عزیز، البته اولا حتما خودتونم خبر دارین، مثل ازی که گفته میشه، گفته شده البته، که سرک چهارراهی عدم چهارراهی دیگه نیست، می خود پل سرخ تا سیراهی علاودین بازسازی میشه و به خاطر بازسازی این سرک دیگه دکان‌ها و ساختمان‌های زیاده تخریب شده و از بین رفته. البته به خاطر بازسازی نگاه ما رو می‌بینیم که چی تخریب شده چی نشده چقدر شده و آیا کار جریان داره یا نه. در این ویدیو دوستان عزیز همراه ما باشین. این دوستان عزیز خود سرخ هست که در تصویر میبینین. جام تاور که در تصویر میبینین، اینجا هم دوستان از اینا کاریگر هستن دیگه که منتظر هستن که از بکار برشن. البته حال دیگه روزان میته، حال چند دقیقه بود فکر نکنم کسی برایشانه و شاید به صبح گپ بزنن. منتظر از مو هستن دیگه، خود چی کنن بیچارم، کار نباشه دیگه مجبور هستن اکسو باشه. دامنهای تخریب دوستان عزیز دیگه از این قسمت اینه شروع میشه. این از اینجا اینه تخریب شروع شده. این طرف سرک البته بازار کلان از بین رفته. اینجا دوستان عزیز یک بازار بود، براتون نشان دادیم دیگه. کسایی که ما را فالو دارن سابسکرایب دارن حتما دیدن، یا اونایی که ندارن شما فالو کنین که از کابل بی خبر نمانین. بسیار یک بازار زیبا و معقول بود دوستان، بسیار زیاد میبینین که کلش زده و از بین برده تقریبا و هیچ چیزی باقی نمانده و این دامنه از این تخریبات میرسه به سیراهی علاودین. البته دوستان عزیزم یک طرف از بین رفته فکر کنم مثل سرک دیمزنگ و کوته سنگی، سرک خودش او سرک باقی میگذارن و یک سرک تازه ایجاد میکنن و بس خلاص. اونجا هم دو سرک بود، دو سرک خودش هم ماندن، دو سرک تازه ایجاد کردن و دیگه کارش تمام کردن دیگه. اینجا هم دوستان عزیز یعنی به این اندازه تخریبات شده و دیگه چیز نمانده. تا اینجا دکانا بود، یعنی دوستان عزیز بعد از اینجا باز غرفه ها گرفته بود و پیاده رو و کراچی ها دیگه به خاطر فروشات دیگه نمیبینین که جام کنده میرن. این تالار روسی هم دوستان عزیز نیمش رفته در این تخریب. ببینید در این تصویر هتل هم میبینین که اون نصفش دیگه در جام سرک رفته و تخریب شده و چه زود هم تخریب شده دوستان عزیز. اگه در زمانهای سابق می بود صبح دیگه صبح کرده سالا میگذشت، اما ببینید چقدر زود کار اکثره کردن
امیدوار هستم که مثل از این تخریب بازسازیش هم همقدر تیز و سرعت داشته باشه. یه همون هتل از دوستان زون بالاشو ببینین، سالونه نکاحخانه و چیزاش اینجا بوده، اینم معلوم میشه بالاش هم سالن مکمل. خب دوستان عزیز، قسم میبینین دامنه زی تخریبات رفته تا خود سیراهی علادین شهر کابل که تا وجه دیگه ما نمیریم و از نمی قسمت پس دور میخوریم نو طرف بیداره و به طرف خود پل سرخ شهر کابل. سرک طاهریان خطه 3 ناحیه ششم. او طرفتر دوستان عزیز ناحیه سیوم از حوزه سیوم، مربوط حوزه سیوم شهر کابل میشه. ما این طرفتر دیگه باز مربوط حوزه ششم یا ناحیه ششم شهر کابل میشه. ناحیه ششم دیگه شاروالی و حوزه سیوم امنیتی. صرف هم دوکان ها سیستونا رو خالی کردن که طرف سرک دو طرفه چپه نشد. اگر دو طرفه چپه میشد حتی این ساختمان بزرگ همین جام تاور هم میرفت. خوب نشده که اینا دیگه خالی کردن و کلا طرف تخریب شده. دیگه ما پلان درست دوستان عزیز خبر نداریم که براتون بگیم که چی پلان است و چی برنامه ریزی شده و چی تطبیق میشه. ما هر چیزی که هست دیگه بعداً انشالله خاطفه میریم. طرف همون کل انرژی باب آوردن به خاطر سوپرمارکت که یعنی سوپرمارکت است. این طرف شما دوستان عزیز برگر احسان برگر مرکزیش است البته و دوباره سرک شفیق بلخی که در تصویر میبینید و البته دوباره پل سرخ شهر کابل. خب دوستان عزیز، امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین، ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیو بعدی همایتان بر راه متعال پاک و بی‌نیاز می سپارم. روزگار خوب داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همایتان.